اگه فکر میکنی بازیگری تنها کار این چهره‌هاست، این ویدیو قرار نظرتو عوض کنه. امروز میخوام بریم سراغ بازیگرانی که وقتی دوربین خاموش میشه، وارد دنیای دیگه‌ای میشن. دلایلی مثل علاقه شخصی و داشتن امنیت مالی باعث میشه بسیاری بازیگران ایرانی شغل‌های دوم جالب داشته باشن که تو ازش بیخبری. از نانوایی و میوه فروشی تا طلاسازی و اداره شرکت‌های برند در دبی. اگه به دنیای سلبریتی ها علاقه‌مندی، پس لطف کن دکمه سابسکرایب بزن که این کار شما ما رو بیش از اندازه خوشحال میکنه و به رشد کانال ما کمک میکنه. روناک یونسی متولد 9/2/59 هست. بازیگر سینمای ایران که در فیلم‌های زیادی ایفای نقش داشته. در سال 99 از ایران به کانادا مهاجرت کرده. 9 سال مربی رشته تناسب اندام بوده و صاحب یک رستوران ایتالیایی در کش به اسم کوکوباناست. به تازگی هم به عنوان سفیر برند به کالج مدیریت کانادا پیوسته و مدرس دوره تحول واقعی در زندگی شده. محمد جواد عزتی زاده 20/1360 در تهران بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان سوره هست. جواد عزتی صاحب یک رستوران است و خودش هم دستپخت خوبی داره. جواد عزتی هم‌اکنون یکی از پولسازترین بازیگران سینما که یک کارگاه نجاری داره، ولی شغل مورد علاقه او در کمال تعجب مسافرکشیه. دلیلش هم معاشرت و همصحبتی با آدم‌ها و اقشار مختلف جامعه گفته. سیروس همتی متولد 1351 در تهران. همتی غیر از کار در دنیای هنر، معلم ریاضی نیز هست. واقعاً بازیگر طنز و نقش بسیار خوبش در نیسان آبی و معلم ریاضی به نظر من که خیلی جالبه. شما هم حتما نظرتون رو در کامنت ها برام بنویسید که شغل کدوم جالب تره. مهران غفوریان بازیگر طنز کشورمون سال 1389 فروشگاه آجیل و شیرینی فروشیش رو افتتاح کرده. گفته میشه که این بازیگر رستوران را افتتاح کرده که در آن غذاهای مختلفی سرو میشه. حسین پاکدل و بازیگر معروف همسرش عاطفه رضوی تهیه کننده و کارگردان در کنار فعالیت‌های هنری یک کافه کتاب افتتاح کردند که در آن کتاب عرضه میشه. نیوشا زیغمی فارغ التحصیل لیسانس رشته روانشناسی کودک از دانشگاه شهید بهشتی است و در کنار بازیگری یک کلینیک زیبایی داره که پزشکان زیادی اونجا مشغول به ارائه خدمات زیبایی به بانوان هستند. شعبه دیگری هم در شیراز داره. یوسف تیموری فوق دیپلم هنرستان صدا و سینما می باشد. او به صورت حرفه‌ای بوکس کار میکنه و به عنوان شغل دوم در کار صادرات و واردات لوسترهای مدرن باشد و یک فروشگاه لوستر هم داره. نگین صدقگویا بازیگر سینما و تلویزیون، خواهر شیرین بینا فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته علوم اقتصاد می باشد. او شهریور 1396 در ارکستر و گروه کربل کانتو برای اولین بار به عنوان خواننده آلتو اجرای مجموعه‌های ابر ایتالیایی گروه را همراهی می‌کرده. کمند امیر سلیمانی فارغ التحصیل لیسانس رشته کارگردانی تئاتر از دانشگاه آزاد در سال 76 میباشد. او به عکاسی علاقه‌مند بوده و حالا چند سالیست یک استودیوی مخصوص خانم‌ها را داره. همایون ارشادی فارغ التحصیل لیسانس معماری از دانشگاه ایتالیا باشد و یک گالری مبل داره. پیام نادری دهکردی زاده 20 اردیبهشت 1356 در شهر کرد متولد شده. بازیگر سینما و تئاتر تلویزیون هست. پیام دهکردی با مدرک کارشناس ارشد در رشته تئاتر از دانشگاه تهران. شغل جدید پیام دهکردی کاملا متفاوت از بازیگر معروف دیگه است. به نظرتون چیه؟ بله، پیام دهکردی در روستایی در لاهیجان یک نانوایی احداث کرده. پیمان معادی در 9 تیر 1349 در نیویورک کلمبیا به دنیا اومدن. هنگامی که تحصیلات پدرش به پایان رسیده، او 6 ساله بوده که خانواده‌اش به ایران بازگشتن. رشته تحصیلی پیمان معادی مهندسی متالورژی از دانشگاه کرج است. او صاحب یک گالری بزرگ ساعت در غرب تهران هست. شاهرخ استخری از بازیگرای خوب کشورمان که به شغل طلاسازی رو آورده و چندین شعبه طلاسازی داره. هادی کاظمی در کنار بازیگری یک رستوران را اندازی کرده که در آن انواع غذاهای لبنانی و تند سرو میشه.
امیرحسین رستمی از بازیگران طنز مدتی مربی تنیس بوده و حالا در کنار بازیگری مدیریت شرکت بازرگانی و جوانترین عضو اتاق بازرگانی ایران در دبی هست. مهتاب کرامتی که همه او را از هلن مردان آنجلوس میشناسیم، طراح لباس و سفیر حسنیت و صلح یونیسف هم هست. بهرام رادان لیسانس مدیریت بازرگانی داره. او یکی از سهامداران کافه‌های زنجیری در ایران هست و یکی از کافه‌های اصلی و مرکزی در تهران برای خودش هست. محمد رضا گلزار یکی از معروف‌ترین هنرمندانمون هست. فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه آزاد است. او به دلیل چهره و استایل جذابش وارد عرصه مدلی شده. مدتی یک کلوب ویژه مردان داشته. سپس با یک برند مکزیکی در تولید پوشاک همکاری کرده. حالا 2 فروشگاه دیجیتال از نمایندگی فرانسه رو اداره میکنه. در دبی هم مرکز سولاریومی بروزه کردن پوست رو اداره میکنه. شهاب حسینی سوپر استار دهه 80 دانشجوی انصرافی رشته روانشناسی دانشگاه تهران که یک کافه به نام کافه هنر راه اندازی کرده. کافه‌ای که پاتوق بیشتر هنرمندان هست و در اینستاگرام صحبتاشو با بازیگران مختلف میبینیم. اما نیکی کریمی سوپر استار دهه 80 و مترجم هست، کتاب‌های زیادی ترجمه میکنه. آنایتا همتی همسر سابق ابوالفضل پورعرب چند سالی با تأسیس یک گروه طراح داخلی با بچه‌های تحصیل کرده این رشته در زمینه دکوراسیون خانه و بیلدینگ اداری مشغول به کار هست. شبنم گلیخانی که با فیلم مریم مقدس توجه زیاد رو به خودش جلب کرده بود، حالا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هست. و اونطور که خودش در پیج اینستاگرامش گفته، گوینده رادیو در دبی هم هست. دوستان خوبم، ممنونم که حمایت میکنید و سابسکرایب میکنید. ممنون از لایکاتون. حتما نظراتتون رو در مورد شغل دوم سلبریتی های کشورمون بگید. خوشحال میشم که نظراتتون رو بدونم. خدا نگهدار.